یه چیز بهتون بگم، این مقایسه کردنای ما انقدر به فاکتورهای مختلفی برمیگرده که اصلا نمیشه واقعی باشه. داشتم فکر میکردم من که خیلی به نور احتیاج دارم، برای اینکه به عنوان آدمی که الان ADHD داره، اسم ADHD هم نخواهیم بذاریم، خیلی به دوپامین احتیاج داره، به نور احتیاج دارم. و زمانی که خونم همه چراغاش روشن نباشه واقعا دیوونه میشم، واقعا میگم. چند وقت بود داشتم تلاش میکردم نورای کمتری روشن کنم، مثلا تو این اتاقم حالو خاموش کنم و هر بار خاموش میکنم احساس میکنم مثلا بیرون دوباره داره یه فضای تاریکی برای من به وجود میاد که غم رو به سمتم سرازیر میکنه. یه تایمی اکسپریمنت کردم، انجامش دادم و خب من با این حالم رو نمیشه مقایسه کرد با یکی که اینطور نیست. مثلا بگیم آره فلانی پول برقش خیلی کمتر میاد، اونم مثلا تنها زندگی میکنه، چراغاتو خاموش کن. میدونی دارم چی میگم؟ یعنی یه سری چیزا تو دنیای هر کی اون اولویت متفاوته و فقط تو میتونی بدونی که چرا اون اولویته و چرا با همه شرایط، با همه در نظر گرفتن همه چیز میخوای اون اولویتت بمونه. من واقعا نمیتونم چراغا رو خاموش کنم. الان دیگه قشنگ به این نتیجه رسیدم. همین جوریش بیرون، مخصوصا اگه تو آلمان و کشورهای ابری باشی، داره یه عالمه دارکنس وارد میشه، به حالت اینجوری انگار از بیرون پنجره داره وارد میشه و چراغام هم خاموش باشه دیگه بدتر. واسه اینه دیگه، یعنی هیچ وقت مقایسه نکنید. کسانی که شما هم نصیحت میکنن توی شما نیستن. خودت باید ببینی دیگه نسبت به اولویتات و واقعیتات، یه چیزایی رو اولویت بذاری، یه چیزایی رو خط بزنی.